بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ولي الإسلام والمسلمين ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. خداوند در این آیه مبارکه
به بندگان خود فضیلت و بزرگی این ماه مبارک رمضان را بیان میکند و در آخر مهربانی و لطف خود برای بندگانش که در این گرما و در این روزهای طولانی از سبب بیماری ها و از سبب مسافرت ها روزه گرفته نمیتوانند، رخصت افطار هم میدهد. زیرا خداوند هیچگاه به بندگانش سختی را نمیخواهد، دشواری را نمیخواهد و همیشه آسانی و راحت را برای بندگانش خواهان است. ماه رمضان ماهی است که فرستاده شد در او قرآن. وقتی که کلمه ماه که فارسی است، عربی او شهر است، این رد عقیده کسانی بود که شاید 70 سال 80 سال با تبلیغات زهراگین خود فکرهای شما عزیزان و شاید هم امروز این تو کجدمهای زیر بوریا به صورت انسان، به صورت معلم و به صورت پیداگاگ در جامعه باشد، به صورت روزنامه نگار، فکر شما را عاید رمضان ویران کند. من خود که مکتب میانه خواندگی هستم، معلم های داشتیم. من با گوش خود شنیدم این منبر رسول خداست، به اون معلم ها دروغ نمی بندم. اونها برای ما استاد بودند، آخر که با خوب شدن، خدا رحمتشان کنه، نمازخوان شدن و مسجدی شدن و باز نماز جنازه خطی به قبرستان رفتن. لیکن در ایام جاهلیتشان مثل امروزه حکومتدارا، مثل امروزه ژورنالیستا، مثل امروزه ایدئولوگ ها، اونها هم فریب خورده بودند. برای تمسخر ما روحانیان می گفتند که رمضان 3 روز است و ملاها و ایشانها اون 3 روز گم کردند، بنابر مردم تا 1 ماه روزه گرفتن امر کردند. این تو شاید شما هم شنیدگی باشید، چرا این سخن در زبان هر کدام حکومتدارای اون زمان بود، ایدئولوگ های اون زمان بود. خدا نکنه ماه روزه که می آمد، گزیته ها و خارپشتک ها چه رسمهایی را در تحقیر روزه و روزدارا و شماها پخش می کردن. خدا جزاشان تیاد. انشاءالله که اونها جزاشان دیدن، اونها از جامعه شرمندوار دفع شدند، اما مع الاسف حال اونها به اینهاش امروزهاش عبرت نشد. چرا کردی دو چشم عبرتت کور، کشاده می نماید لیک بی نور. چرا عبرت ز پیشینان نگیری، و زندانی جهالت تش نمیری. خداوند به خاطر رد ان همون آدم ها آغاز آیه را به کلمه شهر شروع کرد. شهر رمضان الذی، ماه مبارک رمضان، ماهی است که فرستاده شد در او قرآن. قرآن چه کتاب است؟ بارها صحبت در این موضوع شده بود.
قرآن چه کتاب است؟ ایشان مولا محمود جان مفصل ساعتها در فضیلت قرآن و معجزه بودن قرآن صحبتای داشتند. در نوارا هست، مع الاسف امروز پخش این نوارها هم منع شد و حتی فروشندگان اونها را براشان دیلی جنایی کشاده می شود. قانون جنایی جمهوری مانده باز یک پونکت نوعی و جای داده شد، این باشد فروشی نوارهای خوابی دیای خواه دیگری دینی و اسلامی. قرآن کتاب انسان ساز است، هدی للناس. قرآن کتاب راه نشان دهنده است، مردم به خدا راهنمایی میکند، مردم به راه سعادت و خوشبختی راهنمایی میکند، مردم از راههای هلاکت و ضلالت نگاه می‌دارد. بنابر خدا در اینجا چی گفت؟ هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان. قرآن کتاب است که آیاتش روشن است، احکامش روشن است، هر چیزی که میگوید حق میگوید، هر چیزی که میگوید برای سعادت بشر میگوید. این کتاب فرق کننده بین حق و باطل است، این کتاب جدا کننده بین حرام و حلال است، این کتاب جدا کننده بین بدبختی و نیکبختی است. کسی با این قرآن پیروی میکند به خدا میرسد، به سعادت میرسد، به خوشبختی دنیا و آخرت نائل میگردد. کسی این کتاب پس پشت میپرتاید و احکام او را نادیده میگیرد یا به مقابل احکام او قانون میبرارد، این انسانها در هر سطح و مقام باشند از خدا دورند، اینها برای بدبختی و شقاوت رفته‌اند و اینها دشمنان خدا هستند. خداوند حتما انتقامش از اینها میگیرد. و بینات من الهدی والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصم. خداوند بیانی روزه کرد و روزه از کی؟ برای هر کدام ما و شما خوانندگان قرآن و شنوندگان قرآن، بندگان حقیقی خدا شروع می شود. خدا گفت کسی از شما، ببینید که کسی از شما گفت، فرق ندارد او ملاست ایشان است، فرق ندارد او جوان است و پیر است، فرق ندارد او پسر است و دختر است، فرق ندارد که او پیرزن است و پیرمرد است، فرق ندارد که او بای است و کمبغل است، فرق ندارد که او صاحب حکومت و منصب است یا دهقان و کمبغل است. هر کسی خدا گفت از شما، زیرا همه موجودات این عالم مخلوق خداست و همه بنده و فرمانبردار الله است. فمن شهد منکم الشهر، بس هر کدام از شما ماهی نو را در شب اول رمضان دید، خدا چه گفت؟ فلیصم، باید روزه دارد. این صیغه فلیصم امر است، امر بالام، امر غائب بالام معلوم است. خداوند به ما و شما به واسطه این صیغه از هر کدام ما فاعلها، روزدارها، روزگیرها،
سفارش روزه گرفتن کرد. هر کسی که اقرار داره بنده خداست باید فرمان پروردگارش اجرا کند، باید در کدام سطح و مقام نباشد، زیرا این پاست و منصب ها، این ثروت و بایگری ها، این انسان هایی که صاحب اونهاست در پیشگاه خدا قدر ندارند. همه اونها برابر بنده خدا هستند، همه اونها محتاج به رحمت خدا هستند. او خدای مقتدر و توانای هست که در یک چشمک زدن همه را به خاک یکسان میکند اگر بخواهد، اگر مشیتش رفته باشد. او خدایی است که هیچ یکی از متکبران عالم از اول سر کرده تا آخر دنیا نمیتوانند به او ذره زیان رسانند. بنابر پیغمبر بزرگوار در حدیث قدسی که امام مسلم این حدیث روایت میکنند میفرماید خداوند گفته بود است به بندگانش از سطح پایانی سر کرده تا سطح بالایی: یا ابن آدم لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملکی شیئا. ای بچه آدم، ای کسی که تو خود انسان میدانی، تو خود اقرار داری که آفریدی خدا هستی، اگر همه شما از اول تا آخر، اگر همه انسان ها و جن ها پسترین و بدبخترین و شقیترین انسان روی زمین شوند هم، مثل که فرعون انا ربکم الاعلا گفت، مثل که کارل مارکس انکار خدا کرد، خدا وجود ندارد گفت، همه اگر مارکسیست شود، مثل که حزب کمونیست میخواست همه را به خدا کند، الحمدلله تیرش پوچ شد، خاک خورد، کسی را هم نتوانست به خدا کند مگر کسی را که خداوند بدبخت آفریده بودش. همه شما گفت، پروردگار گفت اگر مثل مارکس باشه، مثل فراید باشه، مثل فرعون و نمرود باشه هم، شما به من زیان رسانده نمیتوانید، من از شما زیانی هم نمیبینم، بلکه خودتان جبر میکنید، زیان میکنید. نبا این فرمان ان همون خداست. کسی هم روزه میگیرد به خدا فایده نیست، کسی هم روزه میخورد به خدا زیان نیست، لیکن روزدارها بندگان فرمانبردار خدا هستند، خدا فرمانبردار فردا مکافات نیک میدهد. روزخورها قانون شکنان حکومت خداوندی هستند، مثل امروز قانون شکنان رو میداده جزاشان چیست؟ روزخورها در هر سطح و مقام باشند قانون شکنان خداوند هستند، خداوند قانون شکنهاش حتما سختترین جزا میدهد. انا من المجرمین منتقمون. بنابراین خدا چه گفت؟ فلیصم، باید روزه دارد. عزیزان من، شما وظیفه دار است خاندان خدا، بچه و دخترای خدا، دخترچه ها را از 9 ساله بالا، پسرچه ها را از 12 ساله بالا امر به روزه کنید. شما پدرها وظیفه دار هستید. خداوند شما را از این فرزندان دادگیش فردا میپرسد که فرمان منو به جا آوردن، روزه گرفتن.
یا شما عزیزان منتظر هستید سالهای نفقه برای را؟ منتظر هستید که نفقه برآمدن؟ موی سفید شدم و سانی جیلک میپوشم و بعد مسجد میروم، از آن روز سرکرده بر روزه میگیرم، از آن وقت سرکرده بعد توبه میکنم، خدا توبه بخش است، توبه را قبول میکند، میبخشد. اگر هم تو گمان کنه، بازم به شما میگم که این گمان خطاست، این خیال خطاست. همین هفته من 3 جنازه، یکی جنازه جوان 14 ساله خواندم، یکی جنازه جوان 18 ساله خواندم، یکی 23 ساله. همین هفته توبه را فردا گذاری، عمر فردا را که دید. بنابر رسول اکرم چه گفتن؟ هلک المسوفون، هلاک شدن کسانی که فردا و پس فردا میگویند. فردا را، توبه را فردا گذاری، عمر فردا را که دید. بنابر خدا چی گفت؟ روزه دارید. هر کدام از ما و شما باید روزه گیریم. وقتی که سلامت هستیم، تن صحت هستیم، الحمدلله. وقتی که عقلمان بجاش است، عقل سالم داریم. وقتی که در خانه مقیم هستیم، وقتی که کارهای وزنینی طاقت فرسان نمی کنیم، ما باید روزه داریم. ما باید فرمان خدا را اجرا کنیم. ما باید در پیشگاه خدا از جمله بندگان مطیع و فرمانبردار باشیم که خداوند از ما مباهات کند، افتخار کند بر ملائکه هاش. فلیصم. بازم میگه این فرمان رئیس جمهوری کدام دولت پر اقتدار نیست. این فرمان رئیس ناحیه نیست. این فرمان رئیس جماعه نیست. این فرمان وزیر انوده و کگبه نیست. این فرمان خالق آسمان و زمین است. همون خالقی که شب گذشته اندک زمین لرزاند، از خانه هاتان دهشت زده بیرون برآمده. همون خدا را فرمانش است. خوب میخواهی طاقت غضب این خدا داشته باشی، روزه تخور. مثل فرعون و مثل صدام حسین بارین، ببین چه دون انتقام گرفت. میخواهی فرمانبردار خدا باشی، خوشا به حالت. این دنیا ده هم سعادت و خوشبختی در انتظارت است. در قبر هم سعادت و خوشبختی در انتظارت است. فردا در بستانسرای بهشت ضیافت الله برایت آماده است. پروردگار در حدیث قدسی میفرماید الصوم لی و انا اجزی به. روزه برای من است، بندگان من به خاطر اجرای فرمان من روزه میگیرند. خدا گفته ایستاده است. ببینید این اضافه تشریفی است. خدا میگه روزه را من فرمان دادم، روزه را بندگان من به خاطر اجرای فرمان من میگیرند، روزه را بندگان من به خاطر احترام من میگیرند که معبودشان هستم، برای آنکه خدایشان هستم، برای آنکه خالق و آفریدگارشان هستم، برای خاطر آنکه رزاق و رحمدین و مهربانشان هستم. به خاطر این روزه میگیرند. خوب به خاطر من روزه میگیرند. خدا میگه و انا اجزی به، من مکافات روزشان میتیم، من پاداش روزشان میتیم، من ثواب روزشان میتیم. یا الله. رسول بزرگوار میفرمایند ان فی الجنة بابا یقال له ریان. جنت هم دروازه ها دارد، مثل بستانسرای حکومت ها چند دروازه دارد. دروازه مخصوص برای رئیس های جمهور، دروازه دیگر برای دیگر وزیرها، دروازه دیگر برای خدمتگارهاش. مانند این بستانسرای الهی هم که بهشت نام دارد چند دروازه دارد.
یکی از دروازه های او را نامش ریان است. بالای او پشتاق شده با حرفهای زرین نوشته شدگی ریان. معنای ریان چی؟ سیرابی، زیباگی. از این دروازه کی می‌درد؟ رسول بزرگوار فرمودند وقتی که روز قیامت شود و انشاءالله هیچ کدام شما در آمدن قیامت شکی ندارید، در آن روز آمدنی است، در آمدن او شکی نیست. خداوند اعلان میکند این الصائمون، رمضان روزدارهای رمضان کجاند؟ خدا خود میداند کجاند روزداران ماه مبارک رمضان، کجا هم بندگانی که در این گرمای ماه اوگوست روزه داشتند، کجا هم بندگانی که این 17-18 ساعت طولانی روز در گرسنگی طاقت فرسا صبر کردند، در تشنگی دهان و لبهاشان خشک شد صبر کردند، کجا؟ روزداران میخیزند. روایت دیگری هم داریم، رمضان مبارک به صورت زیبای آن روز در پیشگاه خدا حاضر می شود. خیلی هم زیباست، آنچنان زیباست که تمام عرصات مفتون زیباگان پیشگاه پروردگار خود سجده می کند، در پیشگاه با عظمتی او سر به سجده می گذارد. رمضان خداوند میگوید رمضان چی میخواهی؟ خدایا میخواهم کسانی که در دنیا حقی من شناختند و فرمان تو را اجرا کردن و روزه گرفتند به اختیار من تی. پروردگار چی میگوید؟ برو عرصات قیامت، کسانی که حقی تو را شناختند اونها را پیشواز گیر، اونها را به در دروازه بهشت که نامش ریان است بیار. رمضان می رود، روزدارا را در عرصات قیامت جدا می کند. از کی؟ از روزخورها. یک نام قیامت روز فصل است. شما در سوره عمه می خوانید این یوم الفصل کان میقاتا. شما در سوره یاسین میخوانید وامتاز الیوم ایها المجرمون. آن روز خداوند ندا میکند که ای جنایتکارا، ای بی نمازا، ای روزخورها، از بندگان نمازگزار و روزدار من جدا شوید. آن روز حکومت در دست الله است، دیگر حکومت نیست. آنجا اوبام هم خاموش است، آنجا مدوید هم خاموش است. وامتاز اليوم ایها المجرمون. رمضان روزدارا را میگیرد، میبرد در دروازه بهشت که نامش ریان است که مخصوص برای روزدار است. این پیغمبر بزرگ در حدیث صحیح میفرمایند ان فی الجنة بابا یقال له الریان اذا كان یوم القیامة یقال این الصائمون فاذا دخل آخرهم اغلق ذلك الباب. وقتی که این دروازه که روزدارها در آمدن گرفتند این دروازه بسته می شود و آنجا خداوند روزداراش به ضیافت می کند. ضیافت چه ضیافت شاهانه، مثل ضیافت شاهانه امروز حکومتداران نه که حکومتدارا ضیافت میکنن، بعضیش کسی قندن خورده نمیتونن، بعضیش فشار دارن خورده نمیتونن،
بعضی زخم معده دارن خورده نمیتونن، اما اونجا شما تناول میکنید، اونجا معده در هضم کردن مشکلی ندارد. خوب انشاءالله در این باب صحبتای پیشتر هم کرده بودم. این دروازه مخصوص روزه دار هاست. از این دروازه روزه دارها می درآیند. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کسانی که امروز به این امر خداوندی فلیصمه عمل کردند، آنجا در بستان سرای بهشت از این دروازه می درآیند، راحت میکنند. خدا مهربان است. گفتن در آغاز آیات کسانی که طاقت روزه گرفتن ندارند از سبب بیماری، خداوند بیماران را شفا دهد، خصوصا بیماران عاشقان مدرسه محمدی را و بیماران امت اسلام در هر گوشه و کنار، چه در زندان ها باشند چه در مسافرت ها باشند. از همه شما التماس میکنم که ماه مبارک رمضان ماه خیر و احسان است. شما جوان مردی کنید، زکات های خود جمع کنید. در آن محبس هایی که جوانای تاجیک هستند، برادرای شما هستند، ماه مبارک رمضان یاردم کنید تا اونها روزه را با غذای حلال شما روزه گیرند. انشاءالله بهترین ثواب برای شما خدا میتید، بهترین اجر خدا برای شما میتید. خداوند باور کنید در کسب و کار شما، تجارتاتان خدا برکت میتید. نه اینکه برادرانی در ایرکوتسک بودگیدن و در هر زین محبس هایی که در شهر روسیه هستند یا در تاجیکستان ما هستند، البته شرایط زندگی برایشان دشوارتر بودگیست، اونها را در ماه رمضان یاردم کنن، خیلی ثواب میگیرن. دادرای عزیز، همونها را شما از خوردنی غذای حرام در این ماه مبارک خلاص کنید، خداوند شما را از دوزخ خلاص میکنه. بنابر خداوند چی میگوید؟ کسی از شما بیمار است، مریضن، او علی سفر یا مسافر است. چی مریض میتواند، چی بیمار میتواند روزش خورد؟ عزیزان من، بیماری که مثل فشار بلند، مثل قند که به آب ایستاده نمیتواند، مثل زخم معده، یا مثل زنهایی که حامله دار هستند، ماه 8 و 9 شان هست، اونم حکم بیمار دارند، یا مثل خواهرای مسلمانی که فرزند تولد کردند، فرزندان شیرخواره دارند که از پستان مادر شیر میخورند، اگر روزه بگیرند در شیر اونها زیان میشود. خدا به این تو بیمارها رخصت داده است روزشان خورند. فعدت من ایام اخر، روزشان خورند. وقتی روزهای کوتاه سال ماه دکبر و ینور و فوریه می شود، خداوند برایشان بهبودی و سلامتی عطا کند، شفا یابند، روزشان 1 ماه قضاییش میگیرند. اینه برای 1 ماه قضایی میگیرند. اینها فدیه نمیتیند. اما بیمارهایی هستند که بهبودی برایشان امکانیت ندارد، صحت شدن برایشان امکانیت ندارد، خداوند شفا دهد این بیمارا رو. بازم میگویم همیشه احتیاجی به دارو دارند، همیشه احتیاجی به استفاده قرص ها دارند، همیشه احتیاجی به استفاده آب دارند. اینها را خداوند رخصت داد روزشان خورند و برای هر روزش 5 سامانی یعنی 2.5 کیلو گندم مقدار صدقه فطر آخر ماه مبارک رمضان جمع کنند. اگر 3 روز باشه 150 سامانی و یکی از خویشاوندان کم بغلشان با یگان شخص قرضدار یا به محتاجا و مظلومایی که در بیمارخانه ها هستند، به صاحب خانه ها هستند، براتیت اعلان کند که این فدیه روزی من بود. این خدا رخصت داده است. یا موی سفیدایی که خیلی پیر شده اند، یا پیرزن هایی که خیلی خسته شدگی هستند، از سبب بیماری
خیلی سالشان به جای رسیدگی است، خیلی لاغر و ناتوان هستند که این در اصطلاح فقها شیخ فانی میگن و شیخ فان عجز عن الصوم افطر. اینها را هم خدا رخصت داده است روزشان خورن. نباید در خانه شما پیرمردی پدر دارید یا بابا دارید که سنش از 70 بالاست و خیلی هم لاغر و خسته است، اگر روزه براش امکانیت نشود گرفتن میتواند روزش خورد و آخر ما 150 سوم به یک فقیر و کمبغل بدهند. این حکم خداست، اینو من از پیش خود چیزی اضافه نکردم عزیزان من. اما سال گذشته بود یا سال گذشتهش برادران عزیز اسلامی یزغلانی من دعوتی کرده بودن در کویبیش، مراسم توی بود. بعد از انجام توی یک پیرزنی خیلی ناتوان و میدهک به زیارت من بچه هاش برداشته آوردن. وقتی که مردم من به مادر شناسا کردن، در مادر 112 است. امسال پرسیدم حالا هم حیاتن. رمضان نزدیک بود، مثل ماه شعبان بود والله عالم توی. به خاطر غمخواری گفتم مادر جان شما 112 خوب عمری خوشروی دیده، عمری با برکت و طولانی دیده، حالا هم چهرش نورانی بود، نور ایمان در چهرش موج میزد. گفتم مادر جان اکنون رمضان امسال گرم است، امسال روزها دراز است، شما خسته هستید نمیتونی روزه گیره، بچه ها فدیه شتیان، شما روزه تا نخوره. ببینید مادر 112 ساله الان 114 بودگی است. گفت که نه بچم، گفت من روزه نمیخورم، من تا امروز روزه من نخوردم، از روزی که روزه گرفتم الحمدلله الان من قوت دارم. والله گفت بچم، گفت رمضان برای من لذت میبخشد، نه اینکه من گرسنه میموند، من روزه من نمیخورم. گفت شما دعا کنه خدا و من قوت دهد. ببینید ایمان است. الان یک مادری هم در خانه ما نشسته است، خیلی ناتوان است. گفتم قوت روزه گرفتن داری؟ گفت انشاءالله روزه باشم قوت نداشته باشم حرکت میکنم روزه میگیرم. اونا ایمان دارن. ببینید تنصحت ها را غمیزار گرفته است آمدن رمضان، اما کسانی که وجود اونها ایمان است، لبریز ایمان است، اونها خرسندن که ماه عبادت فرا رسید. بنابراین در روایات هم ما میخوانیم کسی به آمدن رمضان خوشحال شود و خرسند و از برآمدن رمضان ناراحت شود و غمگین، جنت براش واجب است. دوام آیت توجه کنید. خوب خدا به بیمارها و به پیرزنها رخصت افطار داد. دوام آیت خداوند مهربان به مسافرها را هم فراموش نکرد. بندگانی که برای خاطر طلب علم یا برای خاطر نفقی خاندان در سفرهای کاری هستند دور از وطن، اونها را هم فراموش نکرد. خدا چی گفت؟ او علی سفر فمن كان منكم مريضا او على سفر. کسی از شما مسافر است، دور از خانه و در و از وطن است، شرایط براش خوب نیست، کاری میکردگیشان خیلی کاری وزنین است، روزه گرفتن براشان خطر دارد که یا مثلا در کار معین میشوند یا کسلی میشوند یا صاحب کارخانه از کار پیششان میکند، دیگر جای کار نمییابند. خدا اینها هم روزشان خورند. بنابراین من با مسافرایی که صدای من از این نوارها میشنوند، از این اینترنت میشنوند، در مسافرت هستند، دادرای عزیز، اگر این کارهای شما در مسافرت ها براتان وزنینی ایجاد کند،
براتان مشقت بیارد، شما را خدای مهربان رخصت داده است روزتان خوره و انشاءالله در فصل زمستان وقتی که به خانه باز میگرده میبیایید 1 ماه قضایش میگیرید. شما ده فدیه نیست، شما همون 1 ماه رو در خانه که آمده قضایش میگیرید. فعدت من ایام اخر، این امر خداست. لیکن اگر رفت شما در مسافرت هسته، سفری هست که براتان مشقت ندارد، براتان مشقت ایجاد نمی کند، کار هم که کنه کارتان وزنی نیست، خداوند چی میگه؟ و ان تصوموا خیر لکم، شما رمضان روزه گیرید، روزه گرفتن بهتر است از روزه خوردن تان. در که شاید زمستان می بیایه، آیا امکانیت قضایی گرفتن داره یا نداره؟ با مردم یک جایی روزه گیره، وزنینیش هم در نظر نمی تابد. اما تنها روزه گرفتند خیلی ایمانی قوی در کار است که همه روزه خور باشده تر در عائله روزه دار نباش. حکم اسلام برای شما این است. در اسلام حرج نیست دادرای عزیز. این چیزی که من با شما میگم این نص قرآنی است. پیغمبر بزرگوارم که برای امت مهربان و دلسوزن، برای مسافرها اجازتی روزه خوردن دادند. حتی در حدیث حضرت فرمودند لیس من البر الصیام فی السفر، سفری که مشقت داشته باشد با وجود وزنینی و مشقت روزه گیری این روزه ثواب ندارد. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. یک روز میگیرید، 1 ماه خورده باشید 1 ماه میگیرید. شما وقتی که از سبب رخصت شریعت خود روزه میگیرید، خود روزه میخورید، شما برای این روزه خوریتان گناهگار نیست. شما نمازاتان خانه، تراویحتان خانه، انشاءالله وقتی که قضایی میدارید فرصت مناسب شد، شما گویا بعینی همون رمضان روزش داشتید. اما کسانی که به عذر روزه میخورند، بیمار نیستند، مسافر نیستند، عاجز و پیرمرد و ناتوان نیستند، لاغر و خسته نیستند، پهلوان و با قوت و با اعضاهای سالم خدادادگی که برایشان داده است استفاده میبرند اگر روزشان خورند. اینا رو پیغمبر چی میگوید؟ ابو هریره روایت میکنند که رسول اکرم فرمودند من افطر یوما من رمضان من غیر عذر لم یقض عنه صیام الدهر کله. کسی 1 روز رمضان به سبب، به عذر اگر خورد 1 روز، وای به حال کسانی که تا امروز روزه نداشتیند، وای به حال پهلوانانی که رمضان مبارک می‌دارند و پروا ندارند که این ماه چی ماه است. غفلت اونها را فرا گرفته است. دلهاشان زنگ زده است، در او دل نور ایمان نیست، در آن دل صحبت خدا و رسول تأثیر ندارد، در آن دل امیدی به مغفرت و به پیشگاه خدا رسیدن نیست. به سبب روزشان میخورند، پروا ندارند. رسول اکرم چه گفتند؟ روز پشیمان شوند و بازگشتی به سوی خدا کنند. روز بعد از منصب رفتن، بعد از اینکه ایام جوانیشان سپری شد و به 70 و 80 رسیدن، ترس مرگ، ترس خدا، ترس داخل قبر براشان پیدا شد. یکی او زنگ دلهاشان تازه شد،
یک نور از نور ایمان در قلبشان روشنایی داد. یکی واهمه زیرشان که مردن هست، پیشگاه خدا رفتن هست، جواب دادن هست. یک تکان میخورن و بیدار میشوند از خواب، ثانی روزه قضایی گیری رو سر میکنن، قضایی میدارن. حضرت چه گفتن؟ اگر تمام عمرشان روزه قضایی دارند، ثواب یک روز رمضان هم گرفته نمیتونند. آره فرض از گردنش ساقط میشه اگر قضایی دارند، اما ثواب یک روز رمضان که خداوند گفته است الصوم لی و انا اجزی به، من پاداش میدم، این ثواب به دست گرفته به دست آورده نمیتونند. جناب بچه های عزیز، به پاکی روزه دارید. انشاءالله روزه برای شما چگونه که پیغمبر بزرگوار می‌فرمایند الصیام جنتون، روزه برای شما فایده ها دارد. زیرا این پیغمبر مهربان، این پیغمبر دلسوز، این پیغمبر هادی و راهنما روزه را برای شما سپر اعلان کرد. وقایه گفته سپر میگن سپر. الصیام جنتون، روزه سپر است. سپر چی؟ سپر مثل که شما را از تیر دشمن محافظت میکند. سپر مثل که شما را از شمشیر دشمن محافظت میکند. امروز برانژیلت میگویند، اصطلاح امروز ده. روزه برای شما سپر است، برای شما برانژیلت است. وقایت من المعاصی و وقایت من النار و وقایت من الامراض التي تحصل من کثرت الاکل و الشرب. عزیزان میگن این روزه نگاه دارنده ما و شماست. یکم از بیماری ها، بیماری هایی که از سبب پرخوری پیدا می شود، بیماری هایی که سرچشمه اونها معده هست، بیماری هایی که از غذاهای چربی و روغنی و شیرینی پیدا می شود، شما را از این بیماری ها روزه محافظت میکند. روزه شما را نگاه می دارد. تکشین های معده شما را، این 16 ساعت غذا نخوردن که تکشین های ضرر آور است، میکروب های زهرآلودند در زیر او تکشین معده، این 16 روز غذا نخوردن اونها را هضم میکنن، نابود میکنن. بنابراین اصلی سرچشمه همه بیماری ها این معده است و دوای اساسی تمامی بیماری ها این پرهیز است. پیغمبر اینو جنه گفت، سپر گفت از بیماری ها. انشاءالله کسانی که همیشه روزه می‌دارند، دوشنبه و پنجشنبه، 13 و 14 و 15 ماه نه فشار میشوند، نه کسل قند میشوند، نه کسل زخم معده میشوند، نه کسلی باید چیزی دیگر داره که تو که معدهشان چیز است و نه کسلی او میشوند. ببینید از این خدا شما را محافظت میکنه. دویم رسول اکرم گفتن وقایتون عن المعاصی، روزه محافظت کنند از گناه هاست، از گناه شما را محافظت میکند. شخص روزدار هیچگاه دست به جنایت نمیزند، شخص روزدار هیچگاه گناه نمی کند، زیرا او خوش در محضر خدا میداند. شخص روزدار حقیقی هیچگاه حقارت نمی کند، هیچگاه کسی را آزار نمی تید، هیچگاه به زن مردم و به دختر مردم به چشم بد نگاه نمی کند. ببینید روزه محافظت کنندی از گناه ها شد و این چنین محافظت کنندی از آتش دوزخ است. روزداران خداوند به شفاعت رمضان از آتش دوزخ خلاص می‌گرداند. و ان لله عتقاء من النار، هر شب از شبهای ماه مبارک رمضان
خداوند از آتش دوزخش بندگانی که دنیا در روزه داشتن اونها رو نجات میده. حتی در روایتی هم داریم وقتی که بنده مؤمنای حقیقی، مؤمنان روزه‌دار و نمازخوان به نزدیکی دوزخ گذشت میکردیان، دوزخ به زبان فصیح میگفت ای بنده مؤمن زودتر از نزد من گذر که نور ایمان تو آتش من، حرارت من خاموش نکنند. دمنه این فایده از صیام و جنتون. روزه سپر است، شما را از گناه نگاه می‌دارد، شما را از دوزخ نگاه می‌دارد، شما را از بیماری ها نگاه می‌دارد. اقرب یک ساعتم از یک گذشته ایستاده است، برای من خطاب دارد که وقت به پایان رسید و صحبت ادامه دارد. شاید بندگان خدا ملال و خسته شده باشم باز ایستید. من در اینجا صحبت خود به پایان میرسانم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اینجا چند سوال هم آیدی رمضان مبارک بچه ها روان کردن، چگونه وعده کردم جواب میتیم و بعد از آن خدا خواهد. السلام علیکم بابایشان، از شما احترامانه خواهش داریم که به سوال ما جواب گویید. خدا شما را نگه دارد. چطوره که به همگان معلوم است ما در آستانه ماه شریف رمضان قرار داریم. همزمان در محله ما در ناحیه حصار بنیاد مسجد نو رفته ایستاده است. راهبریت محله به چنین قرار آمدند که شخصانی که میخوان در رمضان افطار کنند بهترش پول آن را در بنیاد مسجد صرف سازند. لطفاً بگویید که افطار کردن افضل تر است یا مسجد ساختن؟ هر کدامش عبادت است. مسجد ساختن هم عبادت است، افطار هم عبادت است. اگر رفت مسجد شما احتیاجی به همون مبلغ داشته باشد، غیری و دیگر مبلغی نداشته باشید، شما میتونید همون مبلغ در ساختمان مسجد صرف کنید و افطاری که میخواهید برای روزه‌دارها کنید این است که یک پشک خرما گیرید، مسجد بیایید، وقتی که شام از آن گفتند شما تقسیم کنید در صفا 2 دانه خرما، همین هم ثواب افطار دارد. لیکن اگر رفت و امکانیت داشته باشه هم مسجد یاردم کنه، ثواب مسجد سازی که رسیدن به قصرهای عالی بهشت است براتون حاصل می شود، هم افطار کنید، ثواب افطار هم برای خودتان حاصل کنید. که رسول اکرم میگه من افطر صائما، کسی رمضان مبارک ده شخص روزدار را افطار کنانه یا اونها را سیر کنانه، خداوند او را گناهاش میگذره، از آتش دوزخ خلاصش میکنه. هر دوش هم خوب است. در آخر اهل محله از شما خواهش کردند که در حق ما دعا گویید تا بنیاد مسجد ما تیزتر بود شود. خداوند شما را و مردم همون محله را و همه کسانی که در ساختمان و در تعمیر این مسجد حصه گذاشتن، خداوند اولا عمر با برکت تنی صحت، ثانیا خاندانشان خداوند از آفتان نگه دار و رزقاشان فراخ کنو. از ثواب مسجد سازی که پیغمبر بزرگوار من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه فرمودند، ایشان با نصیب گردان. آمین. حضرت استاد بچه هایی که وینیان در مکتب های وینی میخوانند تا روز 20 سالگی استقلالیت هر روز از ساعت 4 بیگاه تا 6 بیگاه مشقی پرتگذاری میکنن. چی کار کنن در رمضان؟ خوب اگر رفت و از مشقشان مشقی وزبین باشد، سبب آزار میافتنشان شده باشد، و اگر رفت و روزه شرکت نکنن، راهبریتی حربی اونها را آزار میدادگی باشد، میتونن روزشان خورن و ثانی در وقت دیگر قضایش دارن حتما. لیکن کنا وقت شنیدم که گویا کسی از حکومتدارا اعلان کرده بود است که در ماه مبارک رمضان کارخانه ها را خوجی ناشند، که تا ساعت 12 یک کارگرای خود کار فرمید و بعد از او
اونها را آزاد کنید تا اینکه رمضان مبارک بپاکیر. شاید باز رمضان مبارک در آمد راهبرای این پردی حربی هم خدا اونم مسلمان انصافشان میتیان سحری مشق میکنن و سانی شما رو بیگاهی جواب میتین. اگر رفت و جواب نتیان مشقاتان وزبین باشد، خوب چاره خلاصی نداشته باشید، افطار کنید، قضایش با یک روز گیرید. دادرای عزیز ایشان نوردین جان به این سوال من جواب گویید. امروز مسلمانان خوار و ذلیلند، یا اینکه غضب خداست بر مسلمانان یا رحمت خداست؟ و با احترام مخلص شما از شهر خوجند. همین جمعه جواب گویید. این رحمت خداست. انشاءالله هر قدر بالا اسلام فشار زیاد شود، این برای شما مسلمانان رحمت است، زیرا شما با این ارادتان مستحکم می شود، با این صبرتان زائد می شود، با این استقامتتان زائد می شود. اگر شما در این تو وقت فشار و تضییق در اسلام خود استوار باشید، خداوند به شما ثواب 50 شهید از شهدای عصر پیغمبر می‌دهد. شما در این وقت فشار تضییق ظالما و کافرا بر بالای خود دعا کنید خداوند هر چیز زودتر حضرت امام مهدی را خارج کند. انشاءالله ما نجات دهنده داریم به نام مهدی که او باید براد. شما دعا کنید زودتر برآمدن او را. انشاءالله این زمینی پرفساد و ظلم او با عدل و داد پر میکند. حاکمیت قرآن خدا می شود. حالا شما مهدی رو نمیدونه کیست؟ میدونه کیست؟ معلاسف نمیدونه. حالا هر مسلمان باید انتظاری کشد که خداوند او رو زودتر برآورد و عالم از این فساد و از این شورزار و از این خارها پاک کند. لیکن با دعای شما میشد، با تیاری شما میشه عزیزان من. خوب انشاءالله اگر من زنده باشم کدام وقتی درباره امام مهدی با شما صحبت میکنم که یکی از اشراط ساعت نشانه های قیامت خروج مهدی است، خداوند صحبتی دارم. بابایشان در رمضان شب نیت کرده روزه گیری جایز است. شخصا در ماه رجب شعبان من همین حالت میشدم و در آخر در حق من دعا کنید مثل شما عالم با عمل خداوند بچه به من نصیب کند. خداوند این فرزندای شما را اهل علم و اهل تقوا و از من خوبتر و داعیتر براش نصیب گرداند. دادر عزیز خوب رمضان از شب هم نیت کنی می شود. وقتی که شما شب خواب می روید بعد از تراویح به همین نیت که فردا باز روزه می گیرم، یا که سحری خوری می خیزید تو روز نیت به یادتان نمی رسد اما سحری خوری می خیزید برای سحری خوری، همین خود نیت رمضان است. به هوای روزه گیرید درست شدن می گیرید. در آخر با حاجی مرزا از کشلاق بینال که از مخلصای مسجد است و از عاشقان خاندان ماست، خودشم و فرزنداشم و دختراشم و نبیرهاشم برای فرزندای عزیزش حیدر علی و چند نفر نامای زیاد دارند، میر علی و نبیرهاش التماس دعا کرده. چی دعای هم؟ ببینید پدر باید این تو باشد، دعای توفیق. حضرت ایشان برای فرزندای من دعا کنه که ماه مبارک رمضان فرا رسیده ایستاده است، خداوند توفیق روزه گرفتن و توفیق نماز خواندن و توفیق طاعت براشان نصیب کنه. این از پدر دلسوز، این از پدر مهربان، این نمیخواه فرزندش فردا در دوزخ سوزد. خداوند دعا کنیم فرزندای با حاجی مرزا ما را اولا عمر دراز و رزق فراخ و توفیق بندگی، توفیق روزه گرفتن و بازگشتی به سوی خودش نصیب کنه. خداوند مثل خودش زیارت خانه خدا را براشان رسیدن نصیبشان گردان. خدایا همه پدرها را مثل حاجی مرزا بارین توفیق عنایت فرما که غم فرزندان خود خورن و اونها را در این ماه مبارک رمضان امری به روزه کنن، امری به مسجد کنن تا اینکه از عذاب دوزخ اونها را خداوند خلاص گرداند. آمین.